امیدوارم باریسان حالتون چطوره جان. خیلی خوش اومدید. یک ویدیو خیلی جدید و یک ویدیو خیلی خفن بگیریم رفقا. اگه پارت قبلی ویدیو رو دیده باشید میدونین چه پارتی از ویدیوه. اومدی پارت 2 همون فشار شدن دو نفر رو ببینیم و داخل کال آف دیوتی اومدیم که گفتم دیگه داخل ویدیو قبلی گفتم که منتظر پارت 2 باشید که من چه بلایی سر این یارو آوردم که آخر سر گفتش که دیگه تسلیم من شد، گفتش که آقا دوست بشیم و اینجور چیزا دیگه تسلیم شد یارو، بعد باختش. بعد بریم سراغ ویدیو. معطلتون نمی‌کنم، لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه، حمایت میکنید. ما از این هر روز ویدیو داریم، هر روز یه نوع ویدیو جدید میذاریم و تقریبا تا یه ماه دو ماه هر روز ویدیو داریم تا کانالمون وایرال شه و بره بالا. پس تا آخر ویدیو ما همراه باشید. بریم سراغ ویدیو. لیتس رفقا این ویدیو طولانی تر از اون ویدیو 10 دقیقه است، تقریبا 10 دقیقه و تقریبا 11 دقیقه است. اون ویدیو 6 دقیقه بودش. ببین چه بلایی سرش آوردم. وای بازی شروع شد. بودم تو منو می‌خواستی امروز دقیقاً و فرداش من گفته بود که من دیگه آماده ام و دیگه راحت میتونم تو رو بزنم اون چیزا، هیچ دستی نمیتونی منو. دقیقاً همون روز فرداشه. ببین چی کارش میکنم فرداش که دیگه غلط کردن افتاد. Gotti! رفقا ببینید اصلا خیلی همین یک بر یک بازی هم مثل اون دفعه 10 تایی نیست. این دفعه خودش تنها اومد، با اون یارو نیومدش. این دفعه خودش تنها اومدش و این دفعه خودش تنها اومد که من آبروش نرجه رو بقیه. اون دفعه داشتم میدیدم بازیو. نمیدونم چرا انقدر میس میرفت. بچه بیا پایین سرمون درد گرفت بابا. بیا پایین بابا، بیا پایین سرمون درد گرفت. واقعا نمیفهمم بعد چند موقع بازی نکردن واقعا بازی نکنه خیلی ضعیف میشی. افت بازی خیلی میکنی اگه بازی نکنی. اما مثلا این AMR کشیدش جرقه میزد، من مثلا میرفتم روش دمیج میخوردم میموردم. واقعا خیلی بده. علیکی بمیره خیلی بد جوری. 3 بر 2 شدیم اینجا. آقا میخوام یه ترور فیک روز بتونم قشنگ کالاف بازی کنم که راحتش فرداش موقع سوانه که مثلا شدش ویدیو رو میذارم آپلود شه. میام خودم چک میکنم هر وقت ویدیو آپلود شد اینترنت رو خاموش میکنم. برای همین و زمانبندی درست بشه واسه یه آپلود ویدیو هم. چون یکم کارم سخته ولی موقع مدرسه بشه یکم راحت تر کارم، چون که راحت تر ساعت موقع ظهر تعطیل میشیم دیگه، میام خونه یه استراحتی هم میکنیم، ویدیو هم میگیرم آپلود هم میشم، میتونم کال آف دیوتی بتونم درسمون میکنیم این چیزا کلا وقت داریم. چون اینجا ساعت 8 شب میام و زود باید بخوام ساعت 6 صبح بیدار شم برم سر کار، یکم سخته واسه ویدیو گرفتن. کارت یوتیوب هم اینقدر انجام میدم واقعا سخته، ولی تمام تلاشم میکنم که شما داخل این کانال خوش بگذره. بودم پور رو نشده این چند از ویدیو مونده. تازه 5 دقیقه نصف ویدیو تازه رفتش، هنوز مونده. ببینید من 24 تا زدمش، نمیدونم فکر کنم اینم اینترنتش ضعیف بود، منم بعضی وقت اینترنت هم ضعیف میشد. بابا ببینید اصلا با اشتیار دانلود نکرده بازیمون اینقدر حال میده. بهتون چند تا روش بدیم اگه میدونید داخل کامنتو بنویسید که چجوری من بتونم یوتیوب رو داخل یوتیوب پیشرفت کنم و چه روش رو انجام بدم، چون تازه کارم دیگه تقریبا. و چه روش های بلدید بهم بگید که من بتونم یاد بگیرم و یوتیوب باعث بشه پیشرفت کنم، با هم دیگه لذت ببرین. همه ویدیوها رو ببینن، به رفیقاتون دوستاتون هر کی فامیل هر چی دارین ما رو معرفی کنید که آقا این یاسین اکسون و اینجور چیزا، بیاید سابسکرایبش کنید و ما رو بالا بیارید
واقعا گفتم 50 تا سیپی 50 تا میگم 50 تا برسیم ورکشی که بتل پس واسه یه نفر میذاریم همون روشش رو داخل همه گفتم داخل همه ویدیو گفتم می داخل لینک کانال ایتارزی کپشن گذاشتم که میتونید بیاد ببینید و به داخل کانال ایتای من و هر وقت 50 تا رسیدیم یه عکس میفرستید از اینکه مدرکی که من داخل یوتیوب سابسکرایب داریش اسم شما داخل کانال ایتای نوشته میشه و پرکشی میشه بین چند تا اسم همه که 50 نفر کامنت نمینویسن تقریبا تشکیلش 20 نفر یا 15 نفر شانستون خیلی بالا میشه اگه شانسشو باشین بنده 240 تا میشه مثلا کسایی که پول نداشتن سیگی بزنن 240 تا میتونن سیگی حداقل هر چیزی بتونن بتل پس رو بگیرن یا اصلا بتل پس رو میتونن گردونه بزنن به نظر من بتل پس بگیریم بهتر چون هم اسکینو هم گانای هر سیزن رو میتونید داشته باشین واقعا هم اسکیناتون هم گاناتون بالا میره بعضی هم بتل پس ها خیلی خفن میتونید بگیرید دوست از اینکه دوستان اسکین بتل پسی داشته باشن داخل قرعه‌کشی فقط یه قرعه‌کشی نیست هر چی که مثلا برسیم یا 100 تا 150 تا این چیزا بازم قرعه‌کشی می‌ذاریم همین یه دونه نیست که مثلا اینکه یه دونه قرعه‌کشی گذاشت ما می‌خوایم یه دونه قرعه‌کشی نیست هر چی ما بالاتر بریم قرعه‌کشی‌های بیشتر حتی مثلا اگه مثلا به 1000 تا برسیم قرعه‌کشی بیشتر با سی بیشتر فقط همین 240 تا نیست اگه مثلا خیلی بالا بریم مثلا میتونم حتی قرعه‌کشی 5 کی سی پی هم بذارم برسونید قرعه‌کشی 5 کی سی پی خیلی زیاده خب تو باش بدون فول گردونی متیکو بزن یا لژند رو بزن اون چیزی مورد علاقتونه بازی چند 20 12 8 رو عقب بعد زدم چی گفتش که فردا ساعت 8 بیا ما هم بازی کنیم من تو رو هر دست میدونم 21 12 9 تا اختلاف داره یه دستم گرم شده بود تیر میتونیم اونجور که همه تیمون میسادم به واقعا چی میشد اینجا زدم باید میخورده باشه ای لعنت به پینگ ایران اینجا زدش تمام تلاش میکرد مثلا برسه ولی من یه بلایی سرش میارم دیگه بهم نرسه ببینی دیگه آخر سر گفتش دیگه داشتم اینجا ببینید چون فینیشرش اومد نتونستم بگیرم خودم کجا ما خودم من باید فینیشر رو بگیرم بیا اینجا بله اینجا ترول فیس میخواد جان چی گفت خودش فرداش فردا میزنمت فینیشر شدی داداش فینیشر شدی آقا بعد بازی گفتم آقا چی شد فینیشر شد باش گفتش که آره باخت قبول کرد و بعد گفتش بذاره گفت خود کار دوست شیم و با هم بازی کنیم و اینجور چیزا گفتم باشه اشکال نداره ادعا بودش یه خوابی ادعا یه مجبور شد دیگه قبول کنه باختو دید هیچ جوری که نمیتونه ببره دید که آره دیگه هیچ جوری نمیتونه ببره و باختو دیگه قبول کردش اینجا هم اگه فینیشرش میکردم وای دو فینیشر داخل یه بازی یعنی خیلی بده فینیشر میومد تو دستم بعضی ببین جایی گذاشتم یه چیزی به نکته‌ای بهتون بگم ببین اون جایی که سفر تکون میگیره واسه اسم گرفتن و چیزا فینیشر رو حتما اونجا بده داخل دوئلو واقعا کاربردی من چند بار همینجوری آدما رو فینیشر کردم وقتی یک دفعه همون دستی علامت فینیشر اومد دست شما بهش میخوره اون لازم یارو فینیشر میخوره و فشار میشه اصلا یه جور میدونید دقیقاً اینجا بزرگش کردن تا حدی که بزرگ کنید به جایی که دستتون بخوره دستتون بهشون بخوره تموم و تمام شد می‌خواستم دنزینیکتو بزنم نمیشد گفت با فاصله رو شروع شد و دیوار اینجور چیزا من کیلویی که گرفتم دست قبل نشون ندادم زدم رفت ولی اینجا اسکین نکردمش یعنی چجوری نمیگیره دان این بالا زدمش میشینم بالا اینجوری میخوره و برای بکس خیلی ممنون تا اینجا ویدیو همراه بودید ما رو حمایت کنید لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه حتما حمایت کنید کامنت ها رو بهتر کنید کسی هم که نیست کامنت رو بهتر کنید 7 نفر بشه نیست ولی کامنت ها رو بهتر کنید کسایی که همین چند تایی که هستیم کامنت ها رو بهتر کنید و
ما رو میتونیم که بالا بیاییم. گفتم اورگیش 240 CP داریم. پس تا موقع صبر کنید، سابسکرایب کنید که سریعتر به اون لحظه برسیم. بتل پس های سیزن بعدم شاید بیادش و بتل پس این سیزن هم خیلی خفنه و میتونید برنده باشید. و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار. خدا حافظ.